مثل همه روزهای عادی داشتم داخل یوتیوب میگشتم تا از درس خوندن فرار کنم و کاری جز درس خوندن انجام بدم. داخل یوتیوب هیچ ویدیوی خوبی پیدا نمی‌کردم تا ببینمش و سرگرم شم، تا اینکه چشمم خورد به این ویدیوی مستر استرانگ پک علی پروین. روش کلیک کردم ولی نباید این کارو میکردم و حتی دانلودش هم کردم و این بدترین اشتباه زندگیم بود. اوکی، اومدیم داخل امسی و قراره این پک رو تست کنیم. لیتس گو. اصلا از این کار راضی نیستم. یا خدا ساسی مانکنه. این هر چیزی که تو این تصویر میبینید از محمد رضا گلزار ساخته شده. بچه های کامو دستم و اینم بگم که این اسکین جدیدمونه. خب بریم بازی کنیم. نه این مپ نه، اصلا این مپ نه. یا خدا یا رب مبادا آنکه صدا معتبر شود. حضرت یاس. اصلا به این شرکا توجه نکردم. اینا چی هست؟ که گیممون داره استارت میشه. قراره یکی از بدترین تجربه های زندگیمون باشه. این اسکان من چیزی نمیبینم. بذار اینو باید چنج بدیم 100%. یا خدا علی پروین دستم چیکار میکنه که تایم چنجر. و آره یا خدا یا از محمد رضا گلزار. حاجی من از گرفتن این ویدیو پشیمونم. گلدن اپل شیرز استونسورد بلاک افسما. خب این الان چیه؟ استونسورد، این گلدن اپل، این شیرز. آها یا خدا این کیه؟ اینو نمیشناسم. اینم که ساسی مانکنه. بدمون رفت. اوکی نه نرفت. دوستان منو اذیت نکنید، دارم رکورد میکنم. همش گوش. یا خدا یا حضرت عباس کلاش کن دیگه. زنه نباید کلاچ میکرد اونجا. من دارم صدمو میذارم. مشتی بمیر. من خیلی فلجم. من فلجم. نه این الان چیه؟ بابا این میکروفون هی میره تو. یه فایربال ما مشتباقتش کنه. وای دارم کور میشم، جدی دارم کور میشم. یا ابوالفضل من میترسم. این سازیک بسیار ترسناکه. بله دایمن ناونم که فکر کنم این شرکه اگه اشتباه نکنم. آی کلاچ دیز گیم. این های کامبوه. نه یکی داره بکم میاد. مشتبا بخور. اصلا به این سرده توجه نک. سلام روزه ای. روش ماه رمضان یه 20 سالی از تموم شده. خب علی پروین اینو نگاه. آجی اینو باید به این پک عادت کنیم و یاد بگیریم. این بولت سبزه الان. هر جا رو نگاه میکنم سام سیریکسه. بابا ولم. برو پایین ببینم. پاور علی پروین بسیار زیاده ها. حال کردید بچه ها. بهم میگن هرتین کلاسیک. شانه هایت را برای که میریم سمت این چیه الان؟ این رده. آره رده فکر کنم. یا حضرت عباس بهمون مشتبا زدن. حمله کنید. مدرسه من میبینم، جوری که خانوادم میبینه، جوری که معلم ما میبینه. بچه ممکنه یکم صدا با ویدیو هماهنگی نشه باشه. نه همش اثرات نداشتن میکروفونه. نه بمیر. چرا باید یکی بیاد با این پک بدوار بازی کنه؟ لدرو اینا چی هن؟ به عمو حسن. برادر با ساسی مانکن داره میاد ما رو بزنه.
بنده بسیار پشیمون هستم و جلوی همین تریبون میگم گوه خوردم. I clutch this game just watch me. گوه خوردم. یکی دیگه هم داره میاد. باید درام بزنم. آنجا نمیشه بلوک گذاشت. حله. نمیتونم با این پک اصلا کار کنم. اوکی. I am escaping. اینجا گپ کنم. مسی شدیم رفت. بابا سورد خریدم. هیچی اصلا کور شدم. من بعد این قرار نیست بتونم بدوارز بازی کنم. این مچو وین نکنم چنلم رو پاک میکنم. 25 تا سابسکرایبر ساب کنید. که اینو زدم. میام اینجا ایتونه. کجا داری میره این؟ حاجی باز داره میره بالا. اینجا بلاک بزنم عالیه. اوکی نایس مو. این رده الان. زیاد داره دیگه. ما پینک بودیم این گره بود. اینم زدیم. بدش میره. های کامبو جان خداحافظی کن. یا این جمعی. هولی شیت. نه بایسا. این چیه؟ اینو نگاه. اصلا سالاره. من سالار دارم شما نهاری. عقب موندای بد. آفرین به تو. برات نمیشه خرید. واه عجب پی پی دادم. برادر داره با وولهای های کامبو به سمت من می آید. برو بابا برو کیل یورسلف. سلام روزه ای نه. بهتر بذاریم. اوکی بذار اسکیپ بده. من بدشون میزنم وید میکنم. اصلا به این سورت زیاد توجه نکردم. دوست دارم میدونم الان امارالدا با همه چی های کامبوه که. بیا اینجا برادر من. کجا داری با این عجله میروی؟ باختم. جی حاجی با این پک مسخره با این رضا گلزار خوشتیپ بدنساز بردم.